خواستم بگم بعد از اینکه حالا خواباتون رو که یادداشت میکنید، باید اتفاقات مهمی که تو زندگیتون میفته هم اونها رو هم سعی کنید یادداشت کنید و یه سری از برخوردها و اتفاقات عجیبی که براتون رخ میده، مثلا قراره یه سفری رو داشته باشید با یه فردی برخورد میکنید و یه اتفاقی میفته، خیلی اتفاق از نظر خودتون بی‌معنیه. اصلا برای چی پیش خودتون فکر میکنید من باید تو اون موقعیت حاضر میشدم؟ چنین اتفاقات این چنینی که به اصطلاح زیاد از نظر خودتون معقول نیست و غیر طبیعی، اونها رو هم سعی کنید یه جایی یادداشت کنید. از این که میگم یادداشت کنید چون ذهن ما کامپیوتر نیست و همه چی رو نمیتونیم ما به ذهن بسپاریم و نیاز هست که حتی ذهن همیشه پاکسازی بشه. یه سری از مسائلی رو که اتفاقاتی که داریم ذهن فراموش کنه، وگرنه خیلی اتفاقات ناجور میفته برای آدم. ولی در کل حالا میخوام بگم ما بیماری، در واقع کلمه بیماری به نظر من یه چیز اشتباهه. یه سری عامل بیماری در وجود انسان، حالا مثال میزنم سرطان، مرض قند، فشار خون بالا، همه اینها اگر بیایم مرور کنیم زندگی یه شخص و با این که فرد و یه انسان، چون انسان گفتم از انرژی، میرسیم به این که اشتباهاتی در زندگی داشته، ناپرهیزی هایی داشته، کارهایی رو نمیبایست کرده و به قول امروزی بیماری اسمشو گذاشتن، بیماری براش به وجود اومده. حالا اسمشو ما میتونیم بگیم بیماری، نه ناراحتی براش به وجود اومده که درد، احساس درد هست و همراه هست و باعث میشه که طرف جسمش عذاب بکشه و 95% این مشکلات و به اصطلاح بیماری ها ناشی از زیست اشتباه ماست، زندگی اشتباه ماست. اینکه ما مسیر درستمون رو انتخاب نکردیم و اونجوری که باید، اون کاری که باید انجام میدادیم رو انجام ندادیم و وارد یه سری مسائلی شدیم که نباید و برای خودمون زندگیمون